نه داداش نه من نمیخوام ببینم. نه سلام عشقا، چطورین؟ من سلسبیلی اعظم کبیر المعظم هستم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی متفاوت. بچه‌ها من یه ویدیویی دارم میذارم به طور آزمایشیه که اگه طرفدار داشت حتما ادامهش میدم به اسم سنسو پک. سنسو پک چیه؟ سنسو پک یک سری ویدیوهای کوتاه خنده‌دار هستش که با هم دیگه میریم میبینیمش و جاج میکنیم، یعنی دربارش نظر میدیم، انتقاد میکنیم. بیشتر فان هستش، یعنی اونجور ویدیوهای چیز نیست. لخت و پتی اینا رو ولش کن. ولی اگه طرفدار زیاد داشته باشه حتما بجز سبک فان، سبک ترسناک و سبکای دیگر هم از ویدیوها رو توش میذارم و اگه شما هم ویدیوهایی داشته باشین برام بفرستین هم از اونها استفاده میکنم و اسمتونم تو ویدیو میبرم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. ویدیو اول بریم ببینیم. به زیبا رو حال کن. واه این صحنه عالی بود. وای اینو دیدم عالیه، یعنی فقط آخری که میبینه دیگه چاره ای نداره. چقدر میتونه یه نفر بد شانس باشه، یعنی نگاه کنی آخه این باز بشه صاف بخور تو کلت. یعنی آدم چقدر میتونه بد شانس باشه. این چیه دیگه؟ شیت انگار مثلا چی بهش بگن، مثلا میخوری به چی میگن، قفسه قوطی مربای چیزی، همین مربا یهو با هم میریزه. دقیقاً اونجوریه. چرا این وایساز؟ آی عالی بود. او زیبارویانو. پاچید روش. وای خدا خیلی خوب بود. نگاه کن چه دک و پوزی. آره. خب برادر من توی رابطه، توی اعمال که انجام میدین اینجور چیزا طبیعیه دیگه. یهو دیدی طرف بعد چیه؟ اوه یه وای یعنی یه سولاخی بود صاف رفت اون. این همه جا. وای فقط اینجا نگاه کنی، اینجا میخواد سر بخوره، اومد یه قدم دو قدم، حتی اینم دستشو نگرفت. وای این یارو دستشو نگرفت نگهش داره ول کرد. بیچاره یخ زد. چرا آخه؟ این ویدیو بعدی چیه؟ قشنگ وای خدا اینه چه سمایی من پیدا کردم. واه خیلی سخته ها بچه ها. توی این جای تنگ یه همچین کارهایی بخوایم بکنیم واقعا سخته. این چی میگه؟ این دوستشه؟ وای عالی بود. فقط این صداش نگاه
قیافه های سرنشینا رو نگاه کنیم فقط. قیافه این سیاه پوسته خداست. وای خدا قیافه عالیه. یعنی عالی بود. این ویدیو خیلی خوب بود. یعنی سگا هم حسودی دارن، سگا هم حسودی میکنن. تو چی بس؟ نه داداش نه نه من نمیخوام ببینم. نه 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 عزیزم این دیگه برات شوهر نمیشه. اینه باید به عنوان خانم خونه ازش استفاده کنیم. چیه دریفت رفت که این چی بود الان؟ چی؟ کاپوت جدا شد رفت. داداش بچرخون. داداش داری میرینی ابله. چی کار میکنی؟ چی میکنی؟ حاجی یعنی چی آخه؟ این چه کار؟ وای اینا چقدر ردن. आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के हुस्न में डूब जाऊं तेरी आंखों के हुस्न में عالی بود. یعنی این خیلی خوب بود. با چه اعتماد به نفسی انداخت رفت بالا. زار چه صدای وای خدا خیلی خوب بود. این چرا شکست؟ خب اصلا وایسا من یه سوال دارم. چرا الان مثلا اون کد FBI اینو الان مثلا این بشقابو چرا باید بندازه بالا بخوره به سقف نشکنه بیاد پایین بشکنه؟ بغلیش با چه انگیزه‌ای داره فیلم میگیره؟ خب الان این شکست کاری ندارم. این چرا شکست؟ این چرا شکست؟ نمیدونم من درک نمیکنم. دمش گرم ولی خب ببخشید خانم شما میخواید سیگار بکشی؟ بله چطور؟ شما میدونستید وقتی سیگار میکشید 30% ضررش مال خودتونه 70%ش مال اطرافیانتونه؟ بیا تو بکش. بیا تو بکش. اسکل خودت خرابی بقیه رو چرا خراب میکنی دیگه؟ ویدیو تمام شد. آره بچه ها این ویدیو هم به سر رسید ولی سنسور هیچ وقت به گلیچ نرسید. چه دیالوگی گفته. دمتون گرم خیلی ازتون ممنونم واقعا دوستتون دارم که مرسی که این ویدیوها رو نگاه کردین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره به هیچ عنوان. ویدیویی که فردا آپلود میشه جز مزخرف ترین بازیایی هستش که قراره شما ببینید. پس قراره 7 8 دقیقه از وقت عمرتون رو بگیرید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اینستای منم فالو کنید. سنسو گلیچ همیشه شما رو دوست داره. عشق خیلی عشق. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. عزت زیاد.